مطابق به فرمایش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان، اوید به انجام سال تحصیلی 2024-2025 مشغولیت تعلیمی در صنف‌های دوم و یازدهم مؤسسه‌های تحصیلات عمومی 31 می سال 2025 و در صنف‌های یکم مؤسسه‌های تحصیلات عمومی 25 می سال 2025 نوبسته شکل تشکیلی حقوقی و تابعیت اداروی به انجام رسانده می شود. سال خانشی 2024-2025 را خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر خوجند با دستاوردی نظر از جمع بست نمودند. همه سال خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر در المپیادهای بین المللی اشتراک و مقام نمایان را سزاوار می‌گردند. در سال خانشی 2024-2025 1102 نفر خوانندگان در المپیادهای بین المللی از روی فن‌های گوناگون اشتراک نموده و گرفتن مدال طلا، برنجی و نقره صاحب گردیدند. همزمان در دوره مذکور به خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر میسر گردیده است که در المپیاد جمهوری به گرفتن 17 جای یکم، 33 جای دوم و 104 جای سوم مشرف گردند. در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 16 برای بالا بردن سطح دانش خوانندگان توجه مخصوص داده شده است. سال خانشی 2024-2025 برای مؤسسه ما یک سال بسیار با موفقیت بود، زیرا خوانندگان ما بسیار به آزمون و المپیادها اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان گشتند. زیاده از 8 نفر خوانندگان در المپیاد ولایتی اشتراک نموده، از آنها 3 نفر به دوره جمهوری را خط گرفتند. در دوره جمهوری فعالانه اشتراک نموده سزاوار جایهای دوم و سوم گشتند. بنا به اطلاع آموزگاران، اتستاسی از صنف به صنف گذراندن خوانندگان صنف‌های چهارم و هشتم و دهم مؤسسه‌های تحصیلات عمومی، صنف‌های پنجم، هشتم و دهم یازدهم مؤسسه‌های تحصیلات عمومی از 2 ایون تا 10 ایون سال 2025. اینچنین اتستاسی ختم خوانندگان صنف نهم مؤسسه‌های تحصیلات عمومی از 2 تا 16 سال 2025 و اتستاسی ختم خوانندگان صنف‌های 11 مؤسسه‌های تحصیلات عمومی از 2 تا 20 ایون سال 2025 گذرانده می‌شود. در آزمون‌های فروغ صفحه دانایی کتاب است این فروغ معرفت اشتراک کردم. من در آینده می‌خواهم طبیب شوم و برای خلق خود خدمت نمایم و در این مکتب پیوسته علمی آموزم. محض در مکتب معرفت پایدار، علم و ادب استوار و توسط زحمت استادان نکوکار شاگردان بر کمال و صاحب استعداد می‌گردند. بنیاد به استفاده دادن مؤسسه‌های معاصر ساحه معارف، مجهز نمودن آن با اعانت‌های ضروری خوانش از امکانیت‌های ساحه تعلیم و تربیت در مرکز ولایت شهر خوجند بوده. کارمندان ساحه در تعلیم و تربیت نسل آینده ساز دوچند فعالیت می‌نمایند. مثلا در گیمنازی رقم 1 امروز بیش از 3000 نفر طالب علم تحصیل می کنند و سال خانشی 2024-2025 گیرندگان استیپندیای رئیس شهر خوجند و رئیس ولایت از این مؤسسه زیاد گردیده است. امروز علاقه فرمانی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان اینچنین فرمانهای ریاستی معارف ولایت سوخت و شعبه معارف شهر خوجند به تمام مکتب‌ها دسترس کرده شدند و امروز خوانندگان علاقه آگاهی دارند که از کدام فن امتحانهای ختم را اتستاسی‌ها را می‌سپارند و تمام راهبران صنف‌ها، آموزگاران از بالای خوانندگان کار کرده ایستادند. والدین‌ها علاقه آگاه هستند که باید در کدام ساعت در مؤسسه حاضر شوند و امروز خوانندگان ما برای گذراندن اتستاسی‌ها تیاری خوب دیده ایستادند. مورد به ذکر است که به رشد ساحه معارف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند اعتبار خاص داده شماره گیرندگان استیپندی رئیس شهر خوجند سال از سال زیاد کرده می شود. از 100 عدد سال 2023 به 150 عدد در سال 2025 رسانده شد. مقصد از این دستگیری خوانندگان اعلیخوان و فعال است. مستان محیدی لازاده، بزرگمهر شاملیکوف، شاعر مبینزاده. اخبار